قدرت اصلی سیر توی یه ماده است به اسم آلیسین، ولی نکته جالبش اینه که آلیسین داخل سیر نیست. درست شنیدی، تو سیر خبری از آلیسین نیست. آلیسین دقیقاً هم تو سیر هست و هم نیست. نکته اصلی اینجاست که وقتی سیر رو له می‌کنی، دوتا ماده‌ای در داخل سیر با هم برخورد می‌کنن. آلیین به اضافه آلیناز و تازه همون لحظه آلیسین ساخته میشه. اون موقعی که سیر تبدیل میشه به آنتیبیوتیک طبیعی. اما اگه سیر رو همون جوری بخوری، واکنش انجام نمیشه. آلیسین ساخته نمیشه. یعنی بخش بزرگی از فایدهش رو از دست دادی. یه نکته طلایی داره، اینه که بعد از له کردنش 10 دقیقه باید صبر کنی تا آلیسین کامل فعال بشه و بعد مصرفش کنی. و اینجوریه که یه حبه سیر معمولی تبدیل میشه به یک بمب تقویت سیستم ایمنی. چون آلیسین که آزاد میشه، قدرت سیر چند برابر میشه. باکتری ها و ویروس ها رو از پا در میاره. خطر عفونت و سرماخوردگی رو کم میکنه. التهاب و درد مفاصل رو پایین میاره. فشار خون رو کمک میکنه متعادل بمونه. چربی بد خون رو هدف میگیره. حتی تحقیقات میگن ریسک سرطان روده رو هم کم میکنه. این ویدیو رو ذخیره کن و برای کسی که همیشه سیر رو بدون له کردن میخوره بفرست. راستی، برای دیدن بیشتر این ترفندهای علمی، تناسب پلاس رو فالو کن.